توجیکستان خبر داد که روز 30 نوامبر سال 2022 دعوت تیرمایی شهروندان سالهای تولد 1995-2004 به خدمت حربی پرره به انجام رسید. موسم تیرمایی دعوت به ارتش توجیکستان 1 اکتبر آغاز یافته بود، ولی وزارت مدافع می افزاید که اگرچه اجرای نقشه دعوت شهروندان به خدمت حتمی حربی در مهلت مقرر گردیده یعنی دوام ماه‌های اکتبر و نوامبر سال روان به اتمام رسیده باشد، لیکن طبق ماده 28 قانون جمهوری توجیکستان درباره عهده‌داری‌های حربی و خدمت حربی قرار رئیسان شهر نویاها و با ترتیب مقرر نموده وزارت مدافع جمهوری توجیکستان با مقصد گذراندن آموزش پیش از دعوتی و بعد آماده نمودن شهروندان سن دعوتی آنها به کمیسریات‌های حربی محل استقامت دعوت کرده می‌شوند. وزارت مدافع درباره اجرای نقشه دعوت اصابات نهایی نداده است، ولی به مقامات شهر و نویاهایی که در سمت صفتاً و در سطح ضروری تشکیل و برای ماندن جلب شهروندان سن دعوتی پیشرفت بودند، اینچنین به والدان جوان پسرانی که فرزندانشان اختیاری به کمیسیه‌های دعوتی حاضر گردیدند اظهار سپاس کرده است. در مقایسه با دعوت‌های قبلی در جریان این دعوت تیرمایی شکایت‌های جدی از ابله و یعنی زورن در کوچه و بازارها داشتن و به ارتش بردن جوانان سن سال دعوتی تقریبا به گوش نمی‌رسید، ولی در روزهای آخر دعوت تیرمایی از چند منطقه از جمله از پنجکین تا اسفره خبرهای به دست رسیدند که مقامات پدر و مادران جوانانی را که در روسیه در مهاجرت کاری قرار دارند بازداشت کرده شرط گذاشتند که فرزندانشان را از روسیه برگردانند و به خدمت فرستند. اما چنین به نظر می رسد که این بیشتر به کروپسیون ربط دارد، چون که بسیاری از این والدان دستگیر شده در نهایت با پرداخت مبلغ‌های بزرگ خلاص شدند. ابله و یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیسریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن و سال دعوتی را در کوچه و بازارها دستگیر کرده به خدمت می‌فرستند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران توجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابله و که ابروی دولت را می‌ریزاند نقطه گذارند.